دجينا كتن ما نروشافا من القلوينة دلوجان أم القلوينة بروحوجان أم القلوينة أموان روشاش بيرنا كين وقتون هاتين شنقالة بريندار وخلق ما شنقالة آزاد كري أسوكو جنك إزياز الفيدري ما دنجي قد جين مهمي جيان یک بیتی یک ولاد بین و بو برگری کرنا رو شوای و هر سگه گله که نخوش شوم وگاوه کچن ما دست وان دبار بک یعنی یا بیابرینه که ناخمه دا زور یا نخوشه ام ده سر که بی خود حس کردن قوات ما کرد اگه کس نشد ما کرد هیچ بکم کرد نترک نه عرب نه فارس ام کرد که نه هر ده حسابین شت صنعت چه بهنه کردن و اکیدی جی ام همینو که الوره کم بینه دو پشتوانی خود بروش آوا دیار بکن تا همی دنیا گل ما بید کرد نبتنه نه و اگر ام همی بنا ایک ام دست سالانه کم مازم دست خوبه بینین بگم هن افهاد نام بوی خوب شاندانه اگر اوی چند کو ام هست اشاوات کنیش برکو او هر ملت منه هر خوی نامنه اگر نوکه ام نه دنگ بوان سبای امش دمینه به خدانه چید بیتم بده افریقا روشاوا و روشالا سبای باکورو باشش برنده بیا بیتن ام هی بنا ایک دنگ داکو ام نهرن یک بیک من فتنة أفريقيا بيوم أخب زمان إنجليزي بجين ما دربي ولاتي worldwide. So today the Rojava people are under the siege. The people who defeated the world against the ISS. They defeated the ISS for the world, and today the world is silent over this. What's happening in Rojava? People should start to speak up for us.